حادثه مرگبار آریانا سعید در کشور استرالیا. آریانا سعید توسط افراد ناشناس در کشور استرالیا ترور می شد. اکنون وضعیت صحی آریانا سعید چگونه می باشد؟ گریه های عصیب نامزد آریانا سعید و داستان عجیب زندگی آریانا سعید در کشور استرالیا برملا شده است. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدا، بانوی مهربان، یکی از هنرمندان سرشناس و محبوب در هنر موسیقی افغانستان بوده است. آریانا سعید شهرت و محبوبیت هنری خاصی در میان مردم افغانستان داشته است و این لقب ملکه دلها را از طرف دوستداران و طرفداران هنر موسیقیش به دست آورد. آریانا سعید امسال کنسرت‌هایش را برای طرفدارانش در سرتاسر جهان برگزار می‌کند. آریانا سعید 2 روز قبل کنسرت بزرگ را در کشور استرالیا در شهر بریسبن برگزار کرد. در این کنسرت آریانا سعید لباسهای عجیبی بر تن کرد. در ختم این کنسرت آریانا سعید مورد حمله افراد ناشناسی قرار گرفت. آریانا سعید اکنون صحت خوبی دارد و در صدد خروج از کشور استرالیا به کشور ترکیه می باشد. ولی عصیب ابراز نظر کرده است که این حادثه خیلی فشارهای روحی بزرگ برای آریانا سعید وارد کرده است. آریانا سعید کنسرت‌هایش بیشتر از 10,000 نفر بیننده دارد و درآمد خیلی خوبی از کنسرت‌هایش می داشته باشد. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این هنرمند از بارگاه عزت الله تمنا دارم. عزیزان و بیننده های خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را بر لای منان سپرده موفق و کامگار باشید.